ادمیدر هستم و اینجا کانال و گروه جنیم بویزه. امروز اومدیم با کاپیتان و شایان یه سری خفن شروع کنیم بچه. این سری داستانها داره برای خودش که در حال انجام کارمون براتون توضیح میدیم. خب قبل از شروع کارمون باید یه کار فنی کنیم. همونطور میبینید سمت چپ من یه آدمی هست که مو زیاد داره و اصلا من از موش خوشم نمیاد. چی شد؟ چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ کاپیتان چه کاری بود؟ یا خدا وای حتی تراشیدم موشو واقعا. بچه من نمیدونستم بچه یه سری قبلی که داشتیم ما خب متاسفانه بیلدای خیلی خفنی توش کردیم ولی متاسفانه خراب شد. امروز اومدیم که دوباره اون مپش کلا هست خب ولی اومدیم این مپ خیلی بیلدش خفن بود، البته کامل نشده بود هنوز. این مپو اومدیم کاپیتان دست به بلاک شد. به شایان هم یه توضیحایی بدیم. شایان سری قبل نبود متاسفانه و این سری اولین بار تیربک هم خوردم. اولین بار اومده. شایان ما بیلدایی میسازیم خب که چی؟ یه اتاق رو بسازیم، یه خونه کاملی رو بسازیم، انقدر بیلد میسازیم. الان این اتاق از کدوم اتاق شروع کردیم؟ از اتاق فرزند شروع کردیم. این اتاق چی داره؟ این اتاق میز تحریر داره، میز گیمینگ و تحریرش که جدا نیست، میز داره، اتاق فکر کنم کمد داره، تخت داره، جداه اوکی، تخت داره، میز گیمینگ داره، کلا پی سی داره، چیز خفن داره. اینا کارگر ببین شایان توی مسئولیت خوبی که داری اینه که لایت بزنی. سری قبلی مانیتور رو اش کردی، برات هلالی ساختم بچه. این مانیتور هم هلالی میسازیم. نظر چی مثل انسان‌های عادی ما یه چی بذاریم؟ مثل انسان عادی پایه بزنیم، نظرته؟ دوستان فیس ریویل ما فکر کنم با ساوند ریویل این یکی باشه. شایان تا اینو میزنی من باید روش بلاک بکنم. شایان جان تو هی داری بالا سر این میزنی، من باید ارتفاعش زیاد کنم. انتقام من از ادمیده رو ببینید. نه من کچل نمیشم. بس بچگی متنفر بودم از کچل شدم. از چی شدن؟ از کچل شدم. من کچلت نمیکنم. یه کار میکنم کله‌ای که میخواد کچل شه دیگه وجود نداشته. بچه اگه دوست این کچل شدن منو ببینین حتما این ویدیو رو باید به لایکاشو به 50 تا برسونین دیگه. کچل شدن واقعا خیلی بده. ادمیده 50 تا فقط باید کچل شدن. داشت چقدر انتظار داری؟ ادمیده 50 من همین الان 35 تا ایمیل میتونم بیارم برات. من میرم یک کالای برات میارم. بابلم کن. بی من نا کن ادمیده جان. یه کله من نا کن. یا علی خب دهن نا کن. خب خازه تو دهنت حرف نزن. ما چوره شایان به خدا نمیتونیم اینو حل بدیم. ادمیده
گرفتی؟ من نمیدونم. او شان الان زد زیر پای من. الان وسط اینجا کجاه؟ یک دو، نه از اینجا باشه. آره یک راستی دو کیان سفید سه بساز، چهار تم پنج اینو میخوایم شیش سفید بساز. هفت هشت نو 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. خب باشه دقیق نشد. الان میخوام بهتون یاد بدم چجوری دقیق چیز بسازیم. مثلا میخوایم ببینیم از اینجا تا اونجا چند بلاکه. ای. از اول از اول تا آخره اون چیزی که میخواین رو میزنین، میاین وایت کانکر چه دوباره گذاشتم؟ تا اون آخر اینجا میزنین یه بلاک. مثلا میزنم پلنک. پلنک بود اسمش. پلنک. خب بچه پلنک اینجوری نمیشه مثل اینکه اوک پلنکس 27 بلاک. فهمیدیم بچه وسطش کجا میشه؟ 26 تقسیم بر 2 میشه 13. یکی برای 14 بلاک میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. این میشه وسطش بچه. اش کردیم. دو تا هم اینجا میریم. خب عالی شد بچه. این هم پر میکنیم. میاد چی؟ اوسطش میشه اینجا. هم دراز داره میشه گردنش. 1 2 3 4 5 6. آقا این هلالش این شکلی شد، فقط این مونده. شاید داشت رفتش، بعد الان نمیدونم الان کجا رفت، چون چیز خاصی نگفت. ما الان لایت زن نداریم. بابا خوبه. بابا بعد این چیه الان اینجا؟ چی؟ الان با این دکمه های چیزن دیگه. دکماش اینتر این شکلی. آخه تو کیبورد خود یه لحظه نگاه بنداز. کجای جان اینتر؟ آره دیگه انت هم یه دو بلاکیه. نه و اینا رو طلایی نذار، اینا رو سفید بذار. اونایی که بیشتر تو گیم استفاده میشن طلایی هن. خب اینتر هم زیاد تو گیم استفاده میشه، ولی خب اینتر اونور تو گیم استفاده. نه آره اینتر. خب این شیفت چپه. اینم مثلا این اینتر رو طلایی میکنیم. اینا رو چی کار داری میکنم؟ تو سفید یه دقیقه پینت برو، یه دقیقه برو داشت، بذار من درست میکنم. اصلا این شکلی بابا نیست. شیفت کنار اینتر رو اونور باید- هیچ فایده ای بابا این نداره. شیفته. میدونم شیفت اینور بیشتر تو ماینکرافت که شیفت اینور زیاد استفاده میشه. تو خب گیم دیگه های برای دیگه هم همینم همیشه سفیدش میکنم. دویدنه. نه سفیدش نکن. این اصلا نذاریش. حروفا رو مشکی کنم. نه پس اگه اینجا باشه اصلا اینجا حروفی وجود نداره. اینجا هم خب باید ببین اینجاشو باید اینجوری کنیم. کاپتان کیبورد رو دیگه نساز. اینتر اینجا نیست. این اصلا اینجا نیست. دو رنگ میذاریم براش حل بود دیگه. بیبوس. میده اینو میبینید اصلا. آقا کیبورد ما هم اوکی شد. اینو میرم تو سرم میزنم موام در بیاد.
بریم شامپوی رشد مو بزن. ما قبل از اینکه این بشر بیاد صفحه مانیتور رو درست کنیم. خب دیگه تو برو صندلی من هم کیس رو بست. ما در اومد واقعا. آره بچه میخوام یه واقعیت نشون بدم. توی کله این که بریم دوباره همون کچلی هست که این کلاگیس کشته. نه دروغ گو. خدا. بچه توی کله این که بریم دیدی این کچله کلاگیس کشته. آره تو کله اینم بریم اصلا می‌بینیم خالیه. تو کله تو هم فلان خواهی. یه 2 دقیقه وایسا، 2 دقیقه رو تو اونور کن وایس رو من این نگاه میکنی. سلام دیگه. ها دیدین کلشو کلاگیس گذاشت. یک واقعیت از ما به همتون بگم، کمترین کار ساخته اینجا همین یه دونه اتاق کنیم. بچه آره قراره چیزای خیلی بدجور ببینید بچه که دیگه. آره مثلا شاید مثلا یه پارت 4 ساعته این ویدیو رو میدونیم من باید دیگه غیر مناسب برای کودکان بذارم. چرا قلبشون میگیره؟ چرا؟ قلبشون میگیره از بس. حمایت زیاد بشه از این سری، ما مپ این سری رو میبریم تو چیز توی کانال تلگراممون آپلود میکنیم. لینکش هم این پایین هست. این پایین هست بچه لینکش تو دیسکریپشن میذارم. بچه متاسفانه یوتیوب تا یه جایی نمیذاره لینک بذاریم. خب باید به یه اندازه‌ای برسیم که بتونیم لینک بذاریم. شما کافیه که برین تلگرام سرچ کنین جنی ام بویز، همین زیر مینویسم میتونین کپی کنین بریم بنویسین. چون واقعا توضیحات کانال خیلی خالیه، میتونی اونجا بذاری. شاید آره میتونم تو بیو بذارم. نمیدونم اونجا میشه لینک گذاشت یا نه. ولی خب بچه اگه رفتین الان تو بیو رو دیدین که خالیه یعنی نمیشه گذاشت. جوابش اونجاست. داشت کلن ما که این ویدیو رو داریم میگیریم از فروردینه بچه چی نکنه شما دارین تیر حتی این ویدیو رو میبینید ولی الان فروردینه. شاید هم این ویدیو رو نبینید. ما همیشه دیگه ویدیو داریم که آقا میگیم که ما الان که داریم این ویدیو رو میگیریم پدرشه. خب به نظر من برای ایمپورت بس سیستمو که درست کردی. خب بچه ممنونم از اینکه این ویدیو تا آخر تماشا کردین. بچه ها اینم تا الان شد. خدافظ.